من 25 ساله بچه 2 سال میشود که من همه این وزبینی را در گروه خودم کپیدم. نفرهایی که من شما قرضدار بود در که من دعای نیک الله امتحان در یک جویگی همه این مردمی شرفمندی تاجیک، همه این برادرای صاحبکار که بقوت هستیم، همیشه نامتون گرامی. الله شما راضی باشد. میگه در درگاه خلق بندگی ما را کشت، از بحر دنون دوندگی ما را کشت. گهمینتی روزگار گهمینتی خلق، ای مرد بینو که زندگی ما را کشت. برادرای عزیز من، با کمال احترام و صمیمیت بی‌اندازه، من علیزاده ظفر رستم زاده و استخدام کننده شهر دوشنبه. برادرای عزیز من، طولی 2 سال میشه که در دبی فعالیت میکنیم، ماشین اکسپورت میکنیم طرفی تاجیکستان. به همگی معلومه بسیار برادرها را ما صاحب ماشین کردگی، بسیار برادرها را مایمون روزی شدگان، در همون قدر رسیدگی و بعضی حالات چی مبینه که ما کم ترک در همین بیزنس ما شکست خوردیم. همنشینای خوب نیافتم در زندگی، برادرای خوب نیافتم در زندگی. برادرام سنگم زدن، برادرات پستوام کردن، برادرات در موبایل را پرت افتادن و خودشون ایدو تماشا کردن. و من شکرانه میکنم و پروردگار به هر یک دردی که بهار ما را داد، به هر یک مصیبتی که به سر ما آورد، من الله تعالی شکرانه میکنم، چون که باری بندش نیست. الله خداوند میگه کدام وقت عزت بفورم میتوند، کدام وقت بفورم میگیرش. برادرای عزیز من، خیلی سخته امروز برای من که روی اکران بردم. برادرو من قرضدار شدم، زیاده از 150 تا 200 هزار دلار شد الحمدلله دادیم و حاضر باشد تگ 330 هزار دلار برادرو من قرضدار شدم. من برادرو دبی مرا آوردن، من با همراهی یک برادر آمدم و بیا کار میکنیم. کار باری ما برادرو یک چند لحظه من همین صحبت میکنیم و با خموندش و دوام کار میکنیم. آمدن برابر کار کردیم، الحمدلله سر وقت ماشینا را روان کردیم. در همون سراغ که گفتگیم ماشینا ما رفتن رسیدن. خیلی برادر رو از مصاحبه ماشین شدن راضی هم. و بعد یک برادر دیگر نامش هم قید میکنیم، یک جای پنهانیش نیست، زیاد گفتنی شخصیت که بارها و بارها در پیش کار میشتم میگم من قرضدار نیستم. برادر عزیز، این دنیا جایی هست پگه هممون میبریم، سر هممون ثابت میمونه، چی سونداریم، چی میلیونریم، چی گردو سر هممون میمونه. برادر عزیز من، تگ 90 هزار دلار همین آدم ما سون جمع کردیم دادیم. 2 تا کیمری 6 یا اریکسی گیبرید یا مرسدس بنان قضیه سو میره از تماش کرد. همین کلینت ها قطعی همه زیاد در علاقه بدن. برادر عزیز، وقتی که از علاقه برآمد بر مردم مرا خریدن. برادر عزیز من، چی در مسئله برادرای عزیز مصطفی، چی در مسئله سیرت، چی در مسئله زیا، برادرای عزیز من هم گناهگار، من بگناه نیستم. من قرضدار شدم، من ایشا دهیش زدم گفتم که یکون که سود مون نکنم، نون مون بد نبرویم. حرکت کردم، پروردگار شکرش به هر یک نعمتش. نه برادر عزیز من، مرا شکستم. والله بالله قسم برادرها، این روز این دردی که من امروز دارم برادرها، با والله قسم حق من نیست برادرها. الله شاهده حق من نیست برادرها. هر کس باید توانی کارای کردگیش در دنیا بده. من گناه کردم، الله متعال مرا جزا داد. برادر عزیز من شما را نصیحت نمیکنم، از تجربه تلخم به شما میگم که همنشینی خوب پیدا کنید. در هر یک رویه میریم بریزگی پدر و مادر برین. نگین که او تات چی را میفهمی و چت چی را میفهمی. من نصیحت نمیکنم، من از شتل و از عذابی که امروز خوردم به شما میگم. والله بالله قسم به مرگ روزیم برادرم. و خدا برادرها یک گپ تو میگوید، شخصیتی که در مابین جامعه آبرو داری، آبروی تو را برای 500 دلار در اینترنت میریزاند، تو میدونی چی خیلیه. بعضیاش توبه کردم از برای الله در پیشون گریستگیم که برادرها پلات نامه نگرفتم. بسیاری همین شما را پلوش اما نگرفتم. همین که سایتی من لیکچر مکی پولات من نگرفتم برادر عزیز. من میگرفتم با خودم خونه میکنم، با تام خونه میکنم، با خود من چی میکنم. با والله قسم در شهر دوشنبه ما کوارتیرم.
برای آبادی و زندگی، برای با همون آرزویی که اتم در دلش داشت ماده کردش، من خواستم همون آرزوی رو که من بکنم یک زندگی بالاتر گفتم برم. اینکه الله خودش برادرای عزیز من، وقتی یک کس میبینید در پسیه نگینش که را خدا زده، پروردگار بالای بنده دوستارش همه مصیبت سخت‌ترین نمیته و با اندازه قوتش برادرای عزیز من دردش میته. حمدی به هم اون خدای پاک رو میگه از بی ادبان کنار بودن ادب است، از اهل ادب سخن شنیدن ادب است. بر بی ادبان ترک ادب نیست ادب، بر بی ادبان ادب نمودن ادب. میگه پاره نانی که دادم سگ قناعت میکنم، نصف عمری خویش دادم دوست خیانت میکنم. برادرایی که من در اینترنت میشناسین، برادرای کج ویدیو را دیدین، همتون را معلومه برادر. همینجا باز گناهگار اساسا مایم سایت مایم باز یگان تایو یگان دیرم نداره که مرا یاردم کنن و من نمیخوام برادرای عزیز من صورتای او را برورم او را یگان شم ما که پس زدم برادران ما که دمش کردم. من میدونم برادرایی که قطعی یعنی آدمو شناسن چون میدونن که کیه کی چیه. این مینت زیو والله بالله مرد نیستی، والله بالله مرد نیستی. او دیده و چه ما زندگی، او دیده پدر مادر ما زندگی، او چه ما با کسری رگ زد، پدر ما با دولینی زدش، خدمت شخصا دولینی زده. والله بالله قسم برادر شما شوخی نفهمین برادر، این چه چیزی سخته. روزی نیست یک خولیگان اصلا برای اپراژت نکنن، روزی نیست که یک قرضا بدل خونه تنها، روزی نیست که والله بالله باردارای حق من نیست. 90% که باردارای نمی قرض ما جمع شده در کزت هم در کار روشن بکنم چک پکی آدمو باور کردن شروع کردن من که من نبودم سایتی من در دستی کس و بازی جوابگر که برادر دیدیم من بایزیزی برادرایی که من آوردن در همین روز پرت افتیم برادران هرد سیرت زیو مصطفی کورنمه که مصطفی والله بالله قسم شان شرفی سیمی هم تو پس ندید و والله با صورت زن مبرجتم کردم برادران با صورتی والله قسم دودر بودم پیون کردم مبرجتم. چی روزای سخت سنگین برادرای عزیز من گذشتم. آخر برادرای عزیز من هر یک برادری که گوش میکنید من از همه شما من میندارم. من یک ستوریز کردم برادرای عزیز من، همه من هرکی برادر ما در بطیم گرچنده که مولی هم دستگیری نکردن، روان مرا دستگیری کردن. الحمدلله الحمدلله شکرانه الله. برادرای عزیز من تقریبا با مبلغ 330,000 دلار قرض شدیم. از همه شما احتراماً خواهش میکنم برادرایی که من تماشا میکنم، مادرایی که من تماشا میکنم، پروردگار کریم هیچ وقت داغ فرزند نبینیم. هیچ وقت پروردگار فرزند شما قرضدار نشود، فرزند شما به یک راهی بندن ما بابا. با مبلغ 330,000 دلار برادران قرضدارم امروز روی اکرام آمدم. از هر یک تا شما من خواهش میکنم برادرای عزیز که در همین وضعیتی سخت مرا دستگیری کنید. والله قسم من امین پناهجویی بگم امین سر موندم و امین دوست دشمن بلند شد. والله قسم جان من برای وطن میتونم. من شخصا شکرانه میکنم جوانی دوران سویلی سکویتم در یک فضای صلح و ثبات امروز در تو چه من زندگی میکنم. شکرانه میکنم که الحمدلله یک سربری داریم که همه وقت تاکید میکنه جوانا را که جوانا شما آینده ساز ملتین. پایه استقلالیت دولتی جمهوری ترکیه در دست ما جوانای. والله قسم یک جوانی که در یک مشکلی میزنه سنگش نزنید ببرورین جوان دل شکسته نکنید. با والله قسم من شکرانه میکنم که در یک وطن صلح و ثبات و یک سروری و یک پدر مهربان ملت امروز بهترین شرایط مخصوصا برای ما جوانان مهیا کرده. از همه شما برادرای عزیز من خواهش میکنم از ملتی سربلند توجی ما خواهش میکنم برادرای عزیز من، مادرای عزیز، خواهرای عزیز، من در همین روزی پس دادم من نصیب اکوهایی که
گویم که سنگ لعل شود در مقام صبر، آره شود لیک بخون جگر شود. برادرای عزیز من، سفرهایی که من را تماشا میکنید چی کلامه که میدم در نام تونجان میکنم. یک برادر با اومدن اکای باباجان، اکای منصور نعمتوف، اسماعیل تاجیک، اکای فرید، اکایی که من در این مسئله دستگیری کردیم که بیایم بچه را زبا کنیم، از این مشکل بریم. الهی مهربان پروردگار از فرزنداتون زیر کنم. من غریبم برادرای عزیز من، در دست یک کلانتر آب ریختم. پروردگار کریم برادرای عزیز من خوری را نبینیم. من به خطا نیستم برادر، من بسیار خطایی کردم. برادرای عزیز من در خاک پاتون صدقه مرا دستگیری کنیم، من انشالله رحمان با هم پروردگار خدمت من چی در ملت چاجیک چی در برادران میرسم. و برادرای عزیز من، بسیاریاتون پرسیدین رقمایی که در بالا اکرام میبینیم برادران 188 94 01 27 نمره اوچامای کارتای اوچامای دیشنبه سیتی هم داره، الیف هم داره، اودیون بانک هم داره. برادرای عزیز من یک بار دیگه تکرار میکنم 988 94 01 27 آقای بابا مولوده مادر ما میشود. در شنبه در دوستی فرزند مادر کلام خواهش دیدن داره مادر ما را و از حال همین مادر ما خبرگیر و مرحمت این داره. و برادرای عزیز من همین مبلغی که جمع کردیم همه نفرات که ما قرض دارم بسیاریشون 50,000 10,000 15,000 20,000 بخشیدن برادر که من با قرض دارم. الهی مهربان پروردگار از فرزنداتون صرف کنند. الهی مهربان فرزند شما در همین روز بعد نغلطه برادر. ای همه شما بیندارم برادر عزیز من. کدام میتونه برادر عزیز من دستگیری کنه؟ یک سمه دست من چند سمه است. کدامی نمیتونه دعتمون دعا کنم و کدامی دعا هم که نمیتونه التماس ضررش نرسونه. همه تونه دوست میدارم، امیدوارم که مرا میفهمید، مرا درک میکنید. الهی همه ما شما راضی باشید.